بسم الله الرحمن الرحيم. درس دوم هست في العلم وأقسامه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد اینجا مؤلف کتاب خود شروع کرده با بسم الله الرحمن الرحیم و شروع امور با بسم الله که از منهج قرآن و سنت است که انسان با نام الله هر چیز را آغاز میکنه. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله یعنی شروع میکنم به نام الله که الرحمن نهایت بخشاینده هست و الرحیم و نهایت با رحم است. قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين. مؤلف گفت که الحمد لله رب العالمين. کلمه الحمد که از علما میگن که هو ذکر المحمود بصفات الكمال محبتا و تعظیما، یعنی حمد ذکر کردن او ذات با عظمتی که حمید هست، حمد کرده شده هست، در ذات خود مستحق حمد است، در صفات خود مستحق حمد است، در احکام خود مستحق حمد است، در تشریع خود مستحق حمد است، در خلق مخلوقات خود مستحق حمد است، با ربوبیت خود مستحق حمد است، با الوهیت خود مستحق حمد است، با اسما و صفات خود مستحق حمد است. وقتی که میگیم الحمدلله یعنی تمام صفات کمال و تمام صفاتی که شایسته ذات الله سبحانه و تعالی هست و در قرآن و سنت ذکر شده هست، صفاتی که به جلال و عظمت الله شایسته هست، این کلش لله مخصوص الله هست. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، یا الله مخصوص تو حمد است، اما قسمی که لائق است به جلال وجهك وعظيم سلطانك، اما قسم که به جلال و عظمت تو شایسته هست. پس در کلمه حمد الله سبحانه و تعالی با تمام صفات کمالش یاد میشه، ذکر المحمود بصفات الکمال. و وقتی صفات کمال الله سبحانه و تعالی را ذکر میکنیم که خاص مخصوص الله هست، پس این به اساس چی میباشه؟ به اساس محبت، یعنی به همراه ازی چی میباشه؟ محبت و تعظیم. یعنی در حال انسان مؤمن موحد حمد الله را میگه، تمام صفات الله را ذکر میکنه، تمام صفات الله را ذکر میکنه، ولی همین صفات که ذکر میکنه در این حالت با بسیار محبت قویه که با الله داره و با بسیار تعظیمی که به الله داره. محبت و تعظیم یا عبادت های چی هستن؟ عبادت های قلبی هستن. وقتی انسان با زبان خود کل صفات الله سبحانه و تعالی را مخصوص از او بیان میکنه و ذکر میکنه، در قلبش به الله محبت بسیار قوی می داشته باشه و به الله سبحانه و تعالی بسیار تعظیم می داشته باشه که عظمت الله در قلبش همینجا می باشه. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه حمد چی است؟ هو الاخبار عن الله بصفات کماله مع محبته و الرضا به. میگه خبر دادن است از الله سبحانه و تعالی به صفات کمالش، تمام صفات کمال الله را خبر میدی. میگه الحمدلله. به امرای چی؟ به امرای که به الله محبت زیاد داریم و رضا بهی و به او
راضی می باشه به احکامش و شریعتش. قال تعالی الحمد لله رب العالمین. الله متعال در قرآن عظیم الشان سوره فاتحه الحمد لله رب العالمین گفته است که امی حمد که است برای الله خاص است، چون او رب العالمین هست، خالق آسمان ها و زمین است، مالک آسمان ها و زمین هست، مالک دنیا و آخرت است. علما میگن که واللام فی لله، لام در لله، این لام للاختصاص و الاستحقاق، یعنی تمام صفات کمال که است خاص برای الله هست و الله سبحانه و تعالی مستحق تمام امی صفات کمال هست. فهو يستحق الحمد لذاته ولأوصافه ولأفعاله ولخلقه ولجزائه. الله سبحانه و تعالی مستحق حمد است به ذاتش، چون ذات بسیار با عظمت است، مستحق حمد است و خاص حمد بر از او هست. ولی اوصافه به خاطر که صفات کمال داره، به خاطر این صفات کمالش الله سبحانه و تعالی مستحق از حمد است. ولی افعاله به خاطر افعالی که الله سبحانه و تعالی خلق کردن، روزی دادن، شفا دادن، حکم کردن، تعیین کردن احکام، تمام افعالی که الله سبحانه و تعالی داره به خاطر که افعالش افعال کمال هست، به این خاطر هم الله سبحانه و تعالی مستحق حمد است. ولی خلقه و به خاطر ازی که مخلوقات زیادی را خلق کرده. اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده. اینا الله سبحانه و تعالی عالم الغیب و شهاده هست. الله سبحانه و تعالی مخلوقات زیادی را خلق کرده. چون مخلوقات زیادی را خلق کرده، مخلوقات بزرگی، آسمان ها، سیارات، زمین، کوها، دریاها، بحرها، و جبریل و میکائیل و اسرافیل، عالم مختلف، عالم جن هست و عالم انس است و عالم ملک است و عالم حیوان است و عالم نبات است. همه از اینا را خلق کرده، اینا لخلقه مستحق حمد است. ولی جزائه، یکی در مقابل نیکی ها پاداش میده و در مقابل جنایات و کفر و شرک و ارتداد و ظلم هایی که دشمنای الله میکنن، الله اینا را عقوبت میکنه با این جزایی که عادلانه میده. هم مستحق چی هست؟ مستحق حمد است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به تهجد میخیستن و نماز تهجد شروع میکردن، به الله خطاب میکردن: اللهم لك الحمد، یا الله خاص بر تو حمد است، انت قیم السماوات والارض و من فیهن، یا الله تو برپا نگه دارنده آسمان ها و زمین و آنچه که هستن. کل از اینا وقتی که استاد هستن و حرکت میکنن و وظیفه خود انجام میدن، کل از اینا را یا الله، چی آسمان ها هست، چی زمین هست و چی مخلوقاتی که در بین آسمان ها و زمین هست، کل از اینا به قدرت تو ایستاده هستن، به قدرت تو کار میکنن، به قدرت تو حرکت میکنن. پس تو مستحق حمد هستی. ولک الحمد لک ملک السماوات والارض و من فیهن، بر تو حمد خاص است به خاطر ازی که مالکیت آسمان ها و زمین و آنچه در اینا هست، مالک همش تو هستی. این ما مخلوقات که هستیم مالک یک چیزی به شکل موقت هستیم. یک پول در جیب ما می باشه، پنده خبات در جیب یک کسی دیگه هست.
یک روز انسان یک چیز را مالک می باشه، سبا از دستش مالکیت میره. مالک حقیقی تمام مخلوقات الله سبحانه و تعالی هست. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا الله بر تو حمد خاص است، چرا تو مالک آسمان ها و زمین و تمام از اینها هست. یعنی هیچ کسی بغیر از الله مالک از اینها نیست. ولك الحمد انت نور السماوات والارض و من فیهن. یا الله حمد مخصوص توست، تو روشنی میتی برای آسمان ها و زمین و آنچه که در بین اینها هست. اگر قدرت تو و رحمت تو اینا را روشن نسازه، همه در تاریکی و در سرگردانی سپری میکنن. پس مستحق حمد که است الله سبحانه و تعالی هست. قال المؤلف فهذه كلمات مختصرة، هذه كلمات مختصرة في معنى العلم. میگه این چند کلمه مختصر است در معنای علم. و انقسامه الى علم نافع و علم غیر نافع. و این کتاب علم معرفی میکنه و تقسیم ازیره، یعنی علم تقسیم میشه به علم نافع و غیر نافع. چرا وقتی که یک طالب العلم، یک مؤمن موحد میخواد که علم یاد بگیره، بناهن در اینجا برش بیان میکنه که کل علم ها یک قسم نیست که هر چیز خاصی او رو یاد بگیری. این علم ها تقسیم میشن به نافع، علمی که منفعت داره و علمی هست که هیچ منفعت نداره. باید ایره بشناسی قبل از هر چیز. فنقول و بالله المستعان. بس این مؤلف رحمه الله میگه که پس ما میگیم و بالله المستعان و استعانت از الله میخواهیم. ولا حول، استعانت از الله میخواهیم. استعانت یکی از عبادات زبانی هست که انسان مؤمن ایاک نعبد و ایاک نستعین به زبان خود میگه و در قلب خود استعانت فقط از کی میخواهد؟ از الله میخواهد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گفت که و اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که استعانت میخواستی، کمک میخواستی و مدد میخواستی، بگو یا الله، از الله مدد بخوای و استعانت کمک بخوای. ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا حول من المعصية، ترجمهشی قسمشه که ولا حول من المعصية ولا قوة بالطاعة الا بالله. یعنی لا حول من المعصية، توانایی نیست. یعنی مثلا میگیم که ما یا الله توانایی نداریم که از معصیت خود نجات بدیم. ولا قوت یعنی توانایی برگشت. حول چیه میگه؟ برگشت، که از معصیت برگردی، به معصیت مبتلا نشی. لا حول من المعصیت ولا قوت بالطاعت، و قوت نیست، توانایی نیست به اینکه ما طاعت الله را بکنیم الا بالله، مگر به استعانت و کمک و توفیق الله سبحانه و تعالی. پس انسان مؤمن همیشه به خاطر نجات از معصیت و گناه هم به الله رجوع بکنه که یا الله مرا از مبتلا شدن به گناه ها تو حفظ بکن، تو حفیظ هستی، مرا حفظ بکن و مرا توفیق نصیب بکن که به گناه ها مبتلا نشم. و همچنان وقتی که انسان مؤمن میخواد که اطاعت بکنه، به الله رجوع بکنه و بگه که یا الله برای من توفیق نصیب بکن که اطاعت تو را بکنم و عبادت تو را بکنم و حکم تو را بالای خود تطبیق بکنم. بناهن وقتی که از معصیت نجات پیدا کردیم، شکر الله را بکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را توفیق داد که از این معصیت خود حفظ کردیم. و وقتی طاعتی از طاعت کردیم، شکر الله را بکنیم به خاطر از که الله برای ما توفیق داد که این
طاعت الله را بکنیم، بگوییم الحمدلله رب العالمین.